تمدن‌های باستانی و بزرگترین سوءتفاهم‌های تاریخ. اول از همه سابسکرایب کنید و لایک و کامنت فراموش نشه. برای دهه‌ها فیلم‌ها و کتاب‌ها تصویری بسیار سینمایی از ساخت اهرام ایجاد کردند. هزاران برده لاغر با پشت‌های زخمی در حالی که زیر شلاق ناظرها فریاد می‌زنند، سنگ‌های دوتونی را روی شن‌های داغ می‌کشند. این تصور نه تنها اشتباه است، بلکه یکی از بازتولید شده ترین افسانه‌های تاریخ بشر است. چطور فهمیده شد که برده نبودند؟ دهه 1990 کاوش باستانشناسی منجر به کشف شهری شد که عملاً نگاه ما به ساخت اهرام را تغییر داد. آنجا چه بود؟ یک شهر کاملاً کارگری با امکاناتی پیشرفته. خیابانبندی منظم، آشپزخانه‌های صنعتی، نانوایی‌های بزرگ، کارگاه‌های سنگ‌تراشی کاملاً سازمان یافته، قبرهای محترمانه برای کارگران حرفه‌ای. کدام پادشاه پرده‌هایش را با احترام دفن می‌کند؟ غذاهای کارگران چه بود؟ در همان منطقه استخوان‌های گاو، گوسفند و ماهی‌های گران قیمت کشف شد. این نشان می‌دهد که کارگران رژیم غذایی پرکالری و با کیفیت و مخصوص کار سنگین دریافت می‌کردند. تخصص کارگران: این افراد معماری، مهندسی، طنابساز، سنگ‌تراش، ابزارساز، نقشه‌بردار بودند و بسیاری برای این کار حقوق ثابت می‌گرفتند. چرا این افسانه شکل گرفت؟ اهرام نه محصول بردهداری، بلکه حاصل مهندسی سازمان یافته، کار داوطلبانه و نیروی متخصصی بود. کلئوپاترا برای بسیاری از مردم نماد فرهنگ مصر است، اما واقعیت تاریخی چیزی دیگری می‌گوید. کلئوپاترا چه بود؟ از خاندان بطلمیوس، یک خاندان مقدونی، فرمانروایی که بعد از اسکندر مقدونی بر مصر حکومت کرد. زبان مادری او یونانی بود، اما در حرکت استثنایی او اولین بطلمیوس بود. زبان مصری را یاد گرفت. چرا تصویر غلط از او ساخته شد؟ 1. رومی‌ها دشمن او بودند، بنابراین بعد از مرگش شخصیت او را تخریب کردند. 2. فیلم‌های هالیوود کلئوپاترا را نماد مصر کردند. 3. نقش‌های اروپایی قرن 18 و 19 او را با لباس‌های عجیب مصری نشان داد. حقیقت جذابتر چیست؟ کلئوپاترا یک فرمانروای چند زبانه، زیرک، سیاستمدار، ماهر و استاد دیپلماسی بود. او تنها زنی بود که توانست روم را سرگرم سردرگمی و گاهی شکست دهد. تصویری که از واکینگ‌ها داریم: مردانی با عضله‌های برجسته و کلاه‌های شاخدار، کاملا ساختگی است. ریشه افسانه: در سال 1876 طراح لباس یک اپرای آلمانی تصمیم گرفت برای جذاب کردن شخصیت‌ها برایشان کلاه‌هایی با شاخ بسازد. این تصویر آنقدر جذاب بود که کم کم وارد نقاش‌ها، کتاب‌ها و بعداً فیلم‌ها شد. اما باستانشناسان چه می‌گویند؟ هزاران قبر واکینگ حفاری شده، صدها سلاح و کلاه پیدا شده، اما هیچ کدام از آنها شاخ ندارند. کلاه واقعی واکینگ‌ها چه شکلی بود؟ فلزی، گاهی با بینی پوش، گاهی با یک نوار ساده محافظتی، بدون هیچ عنصر تزئینی عجیب. چرا تصور شاخ‌ها اشتباه است؟ اگر واکینگ‌ها با کلاه‌های شاخدار وارد جنگ می‌شدند، گیر می‌کردند، باعث زمین خوردن می‌شدند و هیچ فایده دفاعی نداشت. کلاه شاخدار فقط یک برند تجاری است، نه حقیقت تاریخی. ما امروز لئوناردو داوینچی را نه فقط به خاطر نقاشی‌هایش، بلکه برای صدها اختراع معروفش می‌شناسیم. اما باید یک حقیقت را دانست: داوینچی طراح بود، نه سازنده. طراحی‌های او شامل تانک، هلیکوپتر، ماشین پرنده، چتر جنگی، توپ‌های گردان، لباس غواصی، زیردریایی. اما اینها بیشتر ایده بودند تا اختراع کاربردی. در دوره داوینچی موتور وجود نداشت. فلزات سبک موجود نبودند. الیاش‌های ضعیف بودند. مفاهیم آبرودینامیک ناشناخته بود. ابزار برای ساخت قطعات دقیق در دسترس نبود. پس چرا او اینقدر مهم است؟ او درباره چیزهایی فکر می‌کرد که 400 یا 500 سال بعد تبدیل به واقعیت شدند. این یعنی او یکی از آینده سازان فکری تاریخ بود. داوینچی بیشتر یک دانشمند ذهنی بود. او ماشین‌هایی طراحی کرده که نه برای ساختن، بلکه برای شکستن محدودیت فکر انسان بودند. برای بسیاری از مردم تمدن‌های باستانی فقط در کتاب‌ها هستند. چند پادشاه، چند معبد، چند جنگ. اما واقعیت بسیار پیچیده‌تر است.
بزرگترین افسانه درباره آنها. خط را مصریان اختراع کردند. اشتباه. سومری ها اختراع کردند. نخستین قوانین در یونان به وجود آمد. اشتباه. کد همورایی ها بسیار قدیمی تر است. چرخ توسط مصر اختراع شد. اشتباه. توسط مردمان بین النهرین و قفقاز اختراع شد. تمدن چین. هیچ تمدنی به اندازه چین دچار سوء برداشت نشده. چین فقط یک امپراتوری طولانی نبود. دهه‌ها پادشاهایی جداگانه داشت. بسیاری تصور می‌کردند دیوار چین مرز همیشگی است، در حالی که بخش زیادی از آن در دوره‌های مختلف رها شده. باروت برای جنگ اختراع شده؟ خیر. ابتدا برای مراسم مذهبی بوده است. تمدن هند. بسیاری فکر می‌کنند تمدن هند به یک امپراتوری واحد تعلق داشت، اما هند یکی از تکه تکه ترین و متنوع ترین تمدن‌های جهان بود. حتی کاست‌های اجتماعی امروز در محصول دوره جدیدترن، نه دوره باستان. ممنونم که تا آخر کلیپ رو تماشا کردید. در هر حوزه‌ای که علاقه بهش دارین رو میتونید کامنت بذارید که ما بخونیم و ویدیوهای بعدیمون رو طبق اون برای شما آپلود کنیم. سابسکرایب و لایک یادتون نره.